حکایات مرغوب، اشعار رنگین، زندگینامه ادیبان معاصر و کلاسیک، ترنم دردانه‌های ادبیات و فرهنگ که پیام از جاودانگی می‌دهد در برنامه پیام از جاودانه. درود به یکایک شما هواداران برنامه‌های ادبی و فرهنگی رادیوی سوخت. اینک باز هم در موج 101.1 FM با شما هستیم روی برنامه پیام از جاودانه و بارها تاکید داشتیم که سلسله صحبت‌های برنامه در موضوع چشمانداز به آثار ادیبان معاصر تاجیک در مثال آثار شاعر خلقی تاجیکستان فرزانه خواهد بود و در این زمینه چند صحبت هم آراسته شد و صحبت امروزه ما در مورد اشعار اجتماعی استاد، مسائل مبرم جامعه بشری در شعر استاد فرزانه و راهنمایی دورنگری ها و هم در بندوبست مشکلات جامعه بشر نگاه های مشخص استاد فرزانه را در تکیه به اشعار ایشان بررسی خواهیم کرد و در صحبت امروزه برنامه حضور دارند یک تن از شاگردان استاد فرزانه و هم روزنامه نگار تا جای شناخته جوان و هم امیدبخش ما فرزان محمدی. فرزان جان با برنامه پیام از جاودانه شما را نخست خوش آمدید میگویم. در ابتدای صحبت میخواستم اندکی برای آنکه ورود به موضوع داشته باشیم، چرا محض در مورد اشعار اجتماعی استاد خواستید صحبت آراسته باشد و این اشعار تا کجا در تشکل شخصیت خود شما کارگر و مؤثر بود؟ باشه، همین به پیام شما، به نخست سوال شما میخوام با یک غزل استاد فرزانه من پاسخ گویم. باشه. سلام بر تو که زیباترین سلام توی، همیشه طرز همیشه توی، مدام توی، چو آفریده نیکوترین آفاقی، هماره مایه شادی خاص و عام توی. اگرچه چون همه بی نمونه آره، همیشه فرق نما بین ازدهام توی. نه یک مرا که دل همچون هزاران را تپش دهنده توی، صاحب زمام توی. دبیر مهر و سفیر سعادت مایی، به گوش خلق رساننده پیام توی. به مور راه بگویی که ای پدیده حق، خجستزی که سزاوار احترام توی. قدیمی و میلیون ساله همچنان خورشید، جوانی نورسی نوشور و نوقیام توی. زیباد این همه یلدا، زیباد این همه یأس، امیدهای نمیرنده را دوام توی. راستی وقتی برای آماده شوی صحبت و برنامه شما بازم بار دیگر کتاب های استاد فرزانه را ورق می‌زدم، همین غزل بازگویی، همین از آن آوانی که با شعر استاد فرزانه من شناخت پیدا شدم و بعداً با خودشان پیوند روحی و جانی و پیدا کردم، همین غزل بازگو کننده است. راستی بیشتر از 20 سال باز من از آوانی مکتب خانی با اشعار استاد فرزانه آشنایی دارم و بعدا با خودشان قرینی پیدا کردیم که همچون شاگرد هم ما را پذیرفتن. روز در دالان مکتب در شهر گلستان، در مکتب شهر گلستان میخوندیم، در دالان‌های مکتب چه خیلی که رسم شده است، همین صورت‌های بزرگان ما را همچون نمونه برای بازم شناخت بیشتر یافتنی نسل نورس میگذارند. اونجا
همین از رودکی و فردوسی شروع میشد و با استاد فرزانه همین عکس ها با نمونه شعر و ترجمه کوتاه حالشان انعکاس یافتگی است. و البته خیر رودکی را همه ما از آوانی مثلا صنفای ابتدایی میخونیم، فردوسی، ناصری خسرو، حافظ شیرازی، کمال خوجندی. ولی مثلا در ادامه همه این یک چهره نو با اسم فرزانه برای من خیلی عجیب نمود و مهم از همه یک پارچه شعریه که همانجا نوشته شده بود: تا دم نفس باقی است در دلم طغیان هستی باد، دین من آتش پرستی نه، دین من آدم پرستی باد. انا همین پارچه شعری خیلی مرا به وجد آورد و همین پارچه شعری باعث شد که من برای شناخت استاد فرزانه کوشش کردم. بعدا این اتفاقا به همان حالتهای پیوند بود که مثلا یک گفتن ممکن شخصا خودی ما هم، عائله ما هم، یا من یک جمعیتی ما هم، چون سالهای اولین صاحب استقلالی تاجیکستان بود و یک مثلا دولت عزیزی ما به یک زندگی نو شروع میکرد و همین موقع آدمگرایی همیشه در ذهن من چرخ میزد که مثلا یک زمان همون وقت مثلا همیشه یا شاید شخصا من یا شاید در اطراف همی خیلی نظر میکردم که انسان همیشه یا عینی همان وقت به همین آدمگرایی خیلی نیاز دارد. و بعد مثلا وقتی دیگر شعرهاشان خواندم زیاد با همین گونه کلمه ها مثلا انسانگرایی و آدمگرایی و انسان بودن و نیکی کردن بعد شناس شدم. مثلا تو را سبک و آیین که آدمگرایی است، به سبک و مرامت سلام و محبت. یعنی که خیلی مثلا استاد فرزانه همین مضمون و محتوا را همیشه همین در شعرهایشان تلقین میکنن و همین چیز تا رفت مرا به وجد آورد و بیشتر رو آوردم. البته شعرهای عشقیشان هم زیاد است، مثلا شعرهایی که همچون گفتن ممکن عشق انسان به انسان یا عشق انسان به پروردگار است، لیکن همچون یک نفر خواننده باید همین برای شنونده ها، برای نفرهایی که همین صحبتی ما رو گوش میکنن، من باید گویم که من همچون یک نفر خواننده اینجا صحبت کرده ایستادم و همچون خواننده مخلص شعرهای استاد فرزانه همین را درک کردم که شعرهای اجتماعیشان برگرفته از حیات واقعی است. هرچند عشق یک موقع خاص دارد، عشق و مثلا لیریک در شعرهای استاد فرزانه یک موقع خیلی خاص و بلند خود را دارد، لیکن شعرهای اجتماعی من فکر میکنم از آن ماندنی نیست. مثلا یک جا میگم که 100 بار هم نوشتم گر سوگنامه عشق، این سوگنامه ها را بشناس ادامه عشق. چون اجتماع و دردش روحی مرا فلج کرد، گفتم نمی نویسم دیگر چکامه عشق. یعنی که حالا خیلی که گفتم مثلا موقع عشق، موقع محبت، مهر و دوست داری، هرچند این مثلا جای این کارش نه یا جای بحث نه که خیلی موقع بلند دارد، ولی شعرهای اجتماعی استاد فرزانه خیلی برازنده است. اتفاقا همین شاید این از آن جهت بود که من همین شعرهایی که استاد فرزانه می نویسم، یعنی که خیلی که درباره اجتماع، درباره معماهای روزگار انسانیت بنی بشر می نویسم، همین مناسبت و رفتار رو من در خودشان هم دیدم. خیلی که فرض کردیم به خوانندهشان یک چیز را تلقین میکنن، یک چیز را
راهنمایی میکنن یک مضمونی فرض کنیم آدمگرایی رو، عیناً خود همین بر زیادتی در خودشان دیدن ممکن است. من مثلا چون از آوان بچگی به نزدشان میرفتم، از آوان مکتب خانی به نزدشان، به خانهشان، به کارگاهشان خیلی رابطه مثلا مادری و فرزندی پیدا کردیم. همین چیز من در شخصیتشان هم دیدم، در شعرهایشان دیدم و همین چیز منو باز دوچند زیاد کرد به مخلصی اشعارشان بودن، به اخلاصمندی اشعارشان بودن. یک جا استاد نورعلی نورزاد در یک محفل به بزرگداشت سالگرد استاد فرزانه گفتن که مثلا همون بیت مولانا دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر کزده ودت ملولم و انسانم آرز. اگر مولانا در حیات ما زنده می بود و مثلا همین خیلی انسان جستجو میکرد هنوزم و همون انسان به شک استاد فرزانه بودن. خب تشکر. این نکته که گفتید یعنی این خلاصه تنها شما نیست و البته ما هم که استاد نخست از روی اشعارشان خب شناختیم و اون محبت و جاذبه بود که در ادامه پیوند با خودشان بیشتر در صحبت ها خب در نوشته هاشون هم هرچی به همین خاطر هم انتظار میشویم که اون چیزهایی که دل انسان میخواهد در اون هست و عجیبش این هست که انا همین بزرگان در همین هست که گفته اونها در عملیه اونها تطبیق می شود نخست و از این خاطر هم روانشناسان میگن که هر گفته تأثیر بیشتر اون وقت پیدا می کند. در اصل تأثیر سخن اون هست که نخست گوینده اون سخن خودش اون را در وجود خودش اون مطلب را هضم کرده باشد و از پی تطبیق اون باشد. این مشاهده بسیار خوب است که با این صدها جوانانی که مخلص اشعار استاد هستند و هم مخلص شخصیت خودشان هم هستند. اینجا بسیار خوب هم اشاره کردید که استاد نورعلی نورزاد همین مطلب گفتند که اون مثال یعنی انسانی کاملی که در شعرشان خب در نثرشان هم بیشتر دنبال اون مطلب هستند و میخواهند به خواننده خودشان اون رونما کنند و بازگو کنند در وجود خودشان علاقه تطبیق شده است و همین هست که این مسئله انسانگرایی از نوشته های استاد برای ما بیشتر مجلا می شد به نظرم، وگرنه هر یک ادیب هم به این مسئله روی می آورد چون انسان هست و خواه موضوع لیریکا باشد، خواه مثلا مسائل دراموی دیگری که در صحنه میگذارند یا مثلا مسئله های اون بازگوی حقیقت روزگاری که هست، همش در اصل به منفعت انسان هست و محور اساسی اون مطلب ها انسان هست و مادامی که برای زندگی مثلا بهتر شدن زندگی بشر اگر اون مطلب ها کمک نکنن اون مطلب ها خشک و خالی در کاغذ ها میمونن و از این سبب هم شما بسیار خوبم اشارت کردید که محض همین مطلبی که علاقه در دوران مکتب خب دریافت کردید اون مسئله مهمی بود که همیشه در هر صحبت، در هر مصرع علاقه، در هر سطر استاد انا همین نقطه تاکید می شود، تکرار به تکرار تاکید می شود که میگن نه درویشی مرا باید نه شاهی، نه خورشیدی دلم خواهد نه ماهی، مرا این بس که با عنوان انسان زیم از روی قانون الهی. یعنی که این شعار استاد فرزانه هم همین است که مثلا نوبسته از آنه که تو به کدام دین و مذهب گرایش میکنی، یعنی که تو باید انسان باشی، انسان باشی و همین چیزا در همین در شعرهای آخرشان هم خیلی زیاد شده است همین مضمون. خب در اطراف همین مسئله خب اینجا یک اشارت داشتید که انعکاس حقیقت روزگار تا کدام اندازه خب یعنی واقعیت روزگاری بشری در شعر استاد خب رونما می شود، چون با اون خاطر ما میگویم که واقعیت یعنی هستی ریالی انسانی که روزگار ریالی انسانیت، چون معلوم می شود که یعنی استاد که در اصل امروز همچون یک ادیب جهانی شناخته شدن، علاقه فراتر از اون رفتن که همچون یک ادیبی مثلا
تنها در منطقه یک مشخص یا جغرافیایی یک مثلا کشور نام اون کس باز بماند. یک ادیبی هستند که جهان میشناسد و اشعار اون کس را، اثرهای اون کس را با زبانهای گوناگون، قریب 20 زبان گفتن ترجمه کردند و همین مطلب ها که در اصل یعنی پیوندهای انسانیت را در تمام گوشه و کنار سیاره زمین خب محکم می‌دارد و بازگو می‌کند در شعر استاد هست. من چخیلی گفتم من همون وقت با اشعار استاد فرزانه شناس شدم که من مثلا هنوز آینده به کدام کسب میروم یا کدام رشته را انتخاب میکنم که به انسانیت یک یارمندی آورد و گفتم میتونم که همین واقع نگاری استاد فرزانه یک سبب شده است برای آنه که من همین رشته روزنامه نگاری یعنی واقع نگاری را پیشه کنم، چون که اگرچه از یک سو شعرهای استاد فرزانه مرا روحاً اگر تربیه میکرد، از یک سو خود استاد فرزانه هم در پیشرفت و تکامل شخصی من یعنی کامل بودن من خیلی سهم کلان دارم. من در همان روزگار با استاد فرزانه آشنایی پیدا کردم که مثلا البته یک همی خیلی فکرهای داشتم لیکن امید برای آینده مثلا خوب و بارور نداشتم، مثلا هم از نگاه اقتصادی هم از نگاه اجتماعی و همیشه همین صحبت های استاد فرزانه باعث می شد که برای من هر دفعه یک تکان تازه بود. من در عائله آموزگار به وای رسیدم، مثلا مادرم هم آموزگار بودن، خواهرم هم آموزگارن، گفتن ممکن است که من با نان آموزگاری به وای رسیدم، یعنی که تربیه آموزگار رو اولا گرفتم ولی آن کار آسان نبود. مثلا مادرم وقتی در حیات بودن در ناحیه اشت در یک روز به 3 مکتب درس می دادن، ولی از بس که آن سالها یک سالهای بی سر و سامانی، سالهایی بود که مثلا تاجیکستان صاحب استقلال ما نو طلوع بود، یک در حال کوشش برای زندگی شایسته اهالیش بود، به همان روزها راست می آمد. مادرم در 3 جا کار میکردن ولی خیلی مثلا پولی اندک میگرفتن. اگر شاید مثلا از یک جا همون مبلغ رو دریافت میکردن شاید اینقدر دو و تاز نبود. ما هر روز همراه مادرم حداقل گفتن میتونم که 25-30 کیلومتر راه را طی میکردیم تا که به 3 مکتب مادرم رسند و به طالب علمان درس دهند. بعداً به شهر گلستان وقتی کوچ بستیم مثلا همین آشفتگی یا همین مشکلی های آموزگاری سبب شد که مادرم به دیگه کسب رو آوردن. مثلا در آشخانه به شستشو مشغول می شدن، یا مثلا حتی جایی بود که مثلا من و مادرم در سواد خیشت کار میکردیم. من به یاردم میرفتم، مادرم مثلا همین به ضعیفیشون نگاه نکرده مثلا خیشت های وزنین رو میبرداشتن و این گونه کارها بسیار بود مثلا. و همین وا خوردن من با یک شعر استاد فرزانه با نام دیدار واقعا خیلی مرا به یک حالت رقت آورد. باید گویم که این شعر هم چنانه از صحبت های من با استاد فرزانه بود، در اساس حالت های واقعی نوشته شده است، چون که من هم با همین دست یافتن امکان چند بار همراه استاد فرزانه به بازارها هم رفتم، همچه یک نفر کمک رسان و یاردمچی. و واقعا استاد فرزانه مثلا مثل استاد عینی همین هر یک گوشه و کنار مثلا بازار رو خوب میدونن. و همونجا یک شعرشان هست خیلی گفتم با نام دیدار. گرمی بازار است، یعنی تصویری بازار.
گرمی بازار است. گونه گونه سخن و ضرب قدم ها و نفس ها به هم آمیختند. لیک یک باره از اندوه صداها یک صدای شناس و نرم جدا شد، به گوش من آمد. خواهر جان، وسمه تر نمیخری؟ و من نگاه میکنم. استادم، این زنی ژنده پوش دوش به ما درس کیمیا میداد. استاد، شما هم به بازار آمدید؟ زندگی. پاسخ او ساده و کوتاه است. آه از این وسمه تر، من برای خریدن بهار آمدم. چقدر دیر کردم. پشت این پنجره های آژنگ چله دیما است. تصویر دیده؟ مثلا وقتی این شعر رو من خوندم، به شک و شبهه مادری خودم به نظر آمدن که مثلا همین تنگی روزگار باعث می شد که مثلا بغیر از کسب آموزگاری باز به دیگر پیشه ها هم رو آرم. من مثلا خوب در خاطر دارم که مثل این معلمه کیمیایی که وسمه تر می فروخت، مادری من هم بغیر از اونه که به تار و پودی طالب علمان مثلا یک مهری علم و فن رو میدادن، باز شبانه بیگاهی ها آمده همراه خواهرم جاروبی میبافتن تا به تن انسان ها هم یک گرمی آره. بله، اینجا بازم با یک مسئله دیگر میرویم از واقعیت روزگار به مسئله خب موقع زن مادر در جامعه بشر که در تمام مثلا تعلیمات ها هم موقع زن یک تاکید الهیده دارد. یعنی موقع خاص دارد، زیرا به همین خاطر میگن که زن کلید اجتماع است. اگر زن صالح باشد، اجتماع سالم می شود. و چون فساد در وجود زن پیدا شد، اجتماع هم آهسته آهسته فلج می شود. پس اینجا یاد از مادر کردید که روانشان شاد بود و معلمه بسیار دانشمند و مهربان بودند که به ما هم درس ادبیات خونده بودند. و از دیگر طرف یک همون اپیزود یا که تصویری که از اون معلمه کیمیا در بازار از شعر استاد فرزانه آورده. اینجا مسئله هست که یعنی چه نقش بزرگ و سازنده داشتن زنهای ما. عموما زن در تمام جامعه انسانی که همیشه در مدهشترین حالت ها، در خب سنگین ترین وزنین ترین حالت ها هرگز با اون ضعیفی و با اون نحیفی خودش مثلا چی نمیکرد، اکتفا نمیکرد و یا نمیگفت که این کاری من نیست و یا بیرون از امکانیت من هست، اما دست به اون کار میزد که هرچی یعنی امکان داشت و میتوانست برای بهبودی روزگارش و کار گیرد. و در مورد همین مقام زن چی میگفتید در شعر استاد؟ بله، گفتن ممکن که در اکثر شعرهای استاد فرزانه به زن بودنشان اشاره هست. یعنی که وقتی شعرهایشان رو میخونید اون مثلا احساس میکنید که اینو یک شاعری زن مینویسد، لیکن زنی که در بعضی موارد مثلا از مردها هم مردتر است و خیلی جسورانه با جرأتانه موقع زن را برای بالا برداشتن یا مثلا مشکلی که زن در حیات دارد برای تربیت فرزندش، برای پیشرفت زندگیش، اون خیلی خوب مثلا آشنایی پیدا میکنید. یک شعر دارن با نام فرجام. اینجا فرض کردیم که برای اشاره میرود به قدر و بیقدری زن. مثلا همین خیلی حالت هایی می شود که فرض کردیم که زن برای آنه که از تنگی روزگار برایت بس چی کارهایی نمی رود تا که یک زندگی شایسته داشته باشد، فرزندانش روزگاری خوب داشته باشد و
در آوان جوانی و زیباییش باعث توجهی آدم ها و شاید مرد ها بودنش هم خودش در فصل پیریش با ندامت مثلا با افسوس یاد میکنه. اینجا امین تا جای من میفهمم همچون یک نفر خواننده در شعر فرجامشان واقعا نقش زن رو خوب و برملا کردن. روز مرده زن را میارند، زنی رقاصه را که ماه پیش ناگهان گم شده بود و او را کسی سراغ نمیکرد. همه میرفتند به دنبال کارهای مهمی خود، یعنی برای خریدن چای و شکر یا برای فروختن چای و شکر به کوچه و بازار، یا به مهمانی خرابات، یا به جستجوی کار، یا به آرایش خانه، یا به تئاتر و سینما. به همه جا فقط کسی زنی بیچاره را سراغ نمیکرد. زنی تنهای پیر، زنی تنهاتر از بیابان. خوشترین روزی حیاتش شاید روزی پایان باشد، روزی پایان. زنی که پنجره را باز میکند به کوچه دلگیر، به کوچه‌ای که از آن هیچگاه نمی آید صدای طفل شکرخندش، صدای گام زدنهای یار دلبندش، صدای شعشعه صبح سفید، صدای ریختن خورشید، صدای آمدن قاصدی فرخنده بشارت، صدای پای سعادت. زنی که روزگار نوجوانیش رقاصه محفل ها بود، در نگاه های هوس فروشش غرور و ناز و تمنا بود. زندگیش فسانه را میمان، فسانه‌ای که ابتدایش زیبا بود. تمام و سلام. روز مرده زن را میارند و 2-3 همسایه به علم فاتحه میخوانند و با همین خلاصه خواهد شد زندگانی و مرگ یک انسان. بر آمدن و رفتن حقیر زن دامان میافشاند آسمانی حیران. در همین شعر من فکر میکنم که نه فقط مشکلی زنی که به فرض کنیم که یک جاده هنر رفته است، به جاده فرهنگ رفته است، اینجا در همین شعر مشکلی نگاه، مشکلی توجه به زنهایی که من در همه رشته های حیات زندگی میکنن. فرض کنیم که من اینجا یک نکتهش خیلی است که خیلی برای من گفتن ممکن که تاثیر بخش است که زنی که مثلا یک زمان زیبی محفل ها بود، همه در گردش پروانه بودن، ولی زمانی که فرض کردیم که او از همین کارش دور شد و یعنی که پیر و برجامانده شد، از توجه ها دور شد. یعنی که این هم بازم اشاره میکند به قدری انسان، نه فقط زن، به قدری انسان. یعنی که یک زمان او به تو در کار بود، تو آن وقت به او مثلا توجه میکردی، نیازمندی میبردی به کویش، ولی وقتی که او از همین کارش دور شد و مثلا نتونست که حاجاتی تو را برارد، تو از دور میشوی. اینه که این هم هست راهنمایی انسان به قدر شناسی انسان. البته خب فرزان یک چیزی هست که عموما فرصت برنامه که خیلی کوتاه هست، افسوس. بله، و ما هنوز وارد نشده، باید بیرون شویم از این خب فرصت و وقتی معین شده برنامه. یک چیز میخواستم که در تمام همین اشعار اجتماعی استاد که اونجا درد هست و الم هست و غم هست و شادی هست و سرور هست و مهمتر از همه امید هست، چه راهنمایی ها، چه هدایت های برای بشر وجود دارد که از اون بگیرد و در همون سختی ها برای خودش یک نوع برآمدگاهی را جستجو بکند و اون دریابد؟ بله، شما درست گفتید. همین بر ضمن عموما یا در احاطه موضوع اجتماع همین کلمه پول، مال و زر به این مانند خیلی مثلا فراوان واخوردن ممکن است در اشعار استاد فرزانه. مثلا میگوین یک جا دلم از میسه و گل گفت، نه از پیسه و پول، آنچه میخواستم از دولت دنیا دیگر است. یا مال و زر خواهد که بگریزد زی من از او بگریزم و پنهان شدم. اینجا مثلا خوب پیام دادند که
در حیات این دنیایی یا اون دنیایی نمی شود همه چیز را یا فقط تکیه کرد به پول و مال و زر. تکیه کرد به همان ارشاد و به همان گفتن ممکن راهنمایی که هنوز مولانا میکرد. رو نیکی کن که دهر نیکی داند، او نیکی را ز نیکوان نستاند. مال از همه ماند از تو هم خواهد ماند، آن به که بجای مال نیکی ماند. همین یک خصوصیت خاصی استاد فرزانه همین است که در اشعارشان بر رغم شاعران کلاسیک برای نیکی کردن یک جسورانه موقع های دیگر رو پیشه کردن. مثلا کلاسیک میگوید که تو نیکی میکنو در دجله انداز که ایزید در بیابانت دهد باز. ولی اینجا استاد فرزانه میگویند که دجله بگذار فراموش کند نیکی کن، نار هم غصب سیاوش کند نیکی کن. یعنی که در همه حالتی که تو داری اگر نیکی کنی سعادت همه چیز رو میبه، هم سعادت این دنیا هم سعادت آن دنیا رو. و در همین فراورد صحبتی ما هم بازم میخواهم چخیلی که آغازش را با یک غزل زیبای استاد فرزانه که هم پیام به خودشان از این منبر بود، پیام به شنونده هایشان، پیام به شما و به برنامه اتان و تهیه‌گران برنامه بود. در پایان صحبت هم با یک غزل استاد فرزانه همین پیام رو من بازم دادنی هستم. ای دوست از جهان با خود چی میبری؟ ای چون همه روان با خود چی میبری؟ نه گل بری نه پول بر نقطه قبول، در روز امتحان با خود چی میبری؟ چیز اگر بری پنهان ز چشم خلق، از چشم حق نهان با خود چی میبری؟ گر دست یافتی بر فتح آسمان، آخر به خاکدان با خود چی میبری؟ زیبا اصالتا فرخ رسالتا بر رمز ارمغان با خود چی میبری؟ در لوح یادها ماند چو سایه دست، نیکی جاودان با خود چی میبری؟ خالق من و تو را تمدید عمر کرد، ای جان تو بجان با خود چی میبری؟ نیکو مرام ما فردا سلام ما، حالا نرو بمان با خود چی میبری؟ تشکر. همین در برابر اون که همیشه تاکید هست اینجا که نیکی بکنید، باز هم سوال هست که برای خود همیشه یعنی سوال بدهید و از خودتان همیشه بپرسید که با خودتان چی میبرید راه تا فردا، تا فردای دیگر، تا اون فرداهای دیگر، یعنی تا دوری های دور، یعنی در کولبار چی می اندازید و آیا آنچه که در کولبار شما هست به منفعت شما، اطرافیان شما، جامعه شما برمیخورد یا نه. یعنی همیشه هشدار میدهند و ما را به فکر کردن وادار میکنند که یعنی همیشه رفع مشکلات، بیرون شدن از مشکلات در اندیشه درست، در توکل و در چی هست خودشناسی هست که انسان باید خودش را راه کشف بکند و باید داند که چی باید بکند. و همین خاطرم در پرتو اون غزلی که خواندید یک بیت از استاد میخوانم، میگویند که تو میدانی که اصلاح بشر چیست جز اصلاح خودی، چیزی دیگر نیست. پس هر یکی ما اگر خودمون رو اصلاح بکنیم آهسته آهسته خود جامعه اصلاح می شود. این یعنی معمای یک دور و زمان نیست، در تمام روز از آغاز روزگار بشریت تا امروز هم همیشه همین خود تشکل دهی ها، خود را دوباره آفریدن ها، خودسازی ها هست که جامعه سازی ها، دولت سازی ها، تمدن سازی ها را به بار می آورد. باشد که این برنامه نخست به خودی ما و شما و من بعد در هستی و وجود شنوندگان عزیزی ما کارگر باشد و اون پیام هایی که اشارت هایی که از شعر استاد اینجا گفتیم بگذار مخلصان اشعار استاد، مخلصان برنامه ما با اون خودشان بیشتر پیوند داشته باشند و برای رشد و پیشرفت زندگی با سعادت خودشان از آن استفاده بکنن. اونجا ما هم امید به آن میبندیم که در آن حالت برنامه ما هم یعنی هدف رسیده خواهد بود و صحبت های ما هم
دیگر از نام دستاندرکاران و مخلصان عزیزی برنامه به شمای عزیز، به اهل خانواده تون سلامتی بیگزند، توفیق همیشگی را آرزو میکنم. بگذار در شعر استاد با اون شادی ها و امیدهایی که جرقه ها و شعله هایی که هست، زندگی ما و شما همیشه پیوند بماند. مخلصان ارجمند، اینجا رسیدیم به فرجام صحبت امروزه برنامه پیام از جاویدانه و یاد رس میشویم که در صحبت امروزه ما در باره اشعار اجتماعی استاد فرزانه گفتیم و در همصحبتی ما در برنامه امروزه ما حضور داشتند روزنامه‌نگار، شاگرد و یک تن مخلص اشعار استاد فرزان محمدی. تشکر. برنامه های دیگری رادیوی صوت را هم نوا باشد.